این بیوتین به پانتینای بایر آلمان که برای من میاد 2 تا پلمپ داره. یه دونه پلمپ این شکلی روی خودش خورده که تاریخ انقضای محصول توسط وزارت بهداشت خود آلمان روش درج شده و اینکه یه تاریخ اینجوری روی تمام یه پلمپ این شکلی روی تمام بسته های بیوتین به پانتین ما هست، یعنی بسته کاملا پمپ، ما هیچ دخل و تصرفی درش نداریم. حالا من یکشو باز میکنم که شما هم شکل و قیافه اصلیشو نگاه کنید. اینو میبینید اینجا نوشته کاملا به زبان آلمانی، نوشته داروخانه فرانکفورت شماره 28 کشور آلمان هستش. ببینید همه چی داره، تمام مشخصات. این بار اورجینالی که مسافری برای من داره میاد و 100% اورجینالی. یکشو باز میکنم شما ببینید. ببین دارم پلمپشو خودم باز میکنم. داخلش که میگم شناسنامه داره منظورم اینه، نگاه کنید. یه بروشور هم داخلش داره، لیبل و شناسنامه داره، میبینید هولوگرام داره، محصول الکی نیست. تک تک این آمپولای داخلش هم میبینید همگی تاریخ روش قید شده. این یکی رو هم باز کنم ببینید. اینم دقیقا همینا درش رعایت شده. یه شناسنامه اینجوری داره که نگاه کنید روش هولوگرام داره. تک تک ویالایی که داخله روشون چی داره؟ لیبل داره. با خیال راحت اورجینال این محصول، من فکر نمی کنم زیر 4 میلیون باشه اورجینال این محصول، با قیمت خیلی خوب و اقتصادی براتون موجود کردیم. میتونید به راحتی از همون تهیه کنید.